سلام به همه دوستان عزیز هنرجو. آموزش پریمیر رو میخوایم به شما ارائه بدیم و میدونید که آموزش نرم افزار پریمیر متفاوته با هنر تدوین، چون هنر تدوین خودش یه رشته بسیار گسترده‌ایه که با فیلم‌های آموزشی و از طریق اینترنت و اینا نمیشه آموزش داد. ما فقط به شما آموزش کار با نرم افزارهای تدوین و فعلا پریمیر رو ارائه میدیم. پریمیر قوی ترین و کامل ترین نرم افزار تدوینه که توی صدا سیما و ساخت فیلم های سینمایی هم ازش استفاده میشه، چون قدرت زیادی که تو مانور روی صدا داره هیچ برنامه دیگه ای نداره. خب این پریمیری که در اختیار ما هست نسخه CS5 که زیاد فرقی با نسخه های قبلی یا حتی بعدیش نداره. میدونید که آپدیت میشه، فقط شاید یه سری پنجره ها عوض شه و یه سری تایتل ها عوض شه، یا خیلی تغییر عمده ای نمیکنه که شما به مشکل بر بخورید. خب ما تو پریمیر 5 تا پنجره میبینیم. پنجره اول پنجره پروژه است. اول اینو بهتون بگم، شما وقتی برای اولین بار پریمیر رو باز میکنید به شما یه آلارم میده و از شما نام پروژه جدیدتون رو میخواد و اونجا یه اسمی وارد میکنید و پروژهتون رو باز میکنید. و اگه از قبل توی سیستمتون پروژه‌ای باشه یا مثلا پریمیر رو برای بار دوم یا چندم باز کنید، ازتون میپرسه که میخواید پروژه جدیدی باز کنید یا از پروژه‌های قبلی استفاده کنید. اگه شما باز پروژه جدید رو انتخاب کنی یه اسمی ازت میخواد که وارد میکنی و پریمیر باز میشه و خیلی راحت میتونی ازش استفاده کنی. پنجره اول پنجره پروژه است. تو این پنجره اسم پروژهتون رو نوشته آموزش شماره 1. شما میتونی 2 بار روی این کلیک کنی و پروژه های دیگر رو باز کنی. حتی حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم در موردش، فقط الان یه معرفی کلی میکنیم واسهتون. پنجره مدیا پنجره‌ایه که شما از تو درایو های مختلفتون میتونید عکس، فیلم، صدا اضافه کنید توی نرم افزارتون و روی این عکس و صداها مانور بدید و میکس و مستر و تغییرات روش ایجاد کنید. و اصلی ترین و اولین کاری که شما باید یاد بگیرید همین استفاده از پنجره مدیا و به اصطلاح ایمپورت کردن اطلاعاته. شما وقتی یه فیلمی رو میخواید میکس کنید، صدا گذاری کنید، صدا رو بردارید یا تغییراتی روش ایجاد کنید، اول باید ایمپورتش کنید و به وسیله همین پنجره انجام میشه از درایوهای مختلف. بعد که فرض ما اینجا اطلاعاتمون رو ایمپورت کردیم و تغییراتی که میخوایم روش انجام بدیم توی پنجره سورس انجام میشه. اطلاعاتی که اینجا داریم رو 2 بار روش کلیک میکنیم، تو این پنجره باز میشه. مثلا یه فیلمی اینجا ایمپورت کردیم، 2 بار روش کلیک میکنیم، اون فیلم عیناً هم اینجا باز میشه. زمانش رو نشون میده. یه سری ابزار اینجا داره مثل شاتل برای جلو و عقب بردن فیلم و دکمه‌هایی که نیازه. و حالا از اینجا میتونیم تیکه از فیلم رو کات کنیم و یا مثلا فیلم رو کوتاهش کنیم، از اولش بزنیم از آخرش بزنیم، یا حتی 2 تیکه، مثلا تیکه اول و تیکه آخر رو کات کنیم و ازش استفاده کنیم. مرحله بعد چیه؟ مثلا ما یک فیلمی رو اینجا تو این پنجره سورس آوردیم و به وسیله ابزاری که حالا تو جلسه‌های بعد بهتون معرفی میکنم یه تیکه از این فیلم رو کات کردیم و میخوایم رو اون تیکه مانور بدیم، افکت بدیم روش، صداشو کم و زیاد کنیم یا میکسش کنیم، هر کاری. اون فیلم رو باید ما بیاریم تو پنجره تایملاین. روی اون فیلم کلیک میکنیم، کلیکمون رو نگه میداریم و میکشیم تو پنجره تایملاین و اینجا رهاش میکنیم. اینجا 2 تا بخش میبینید شما، بخش بالایی و بخش پایینی. بخش بالا مربوط به نوار ویدیوه و بخش پایین مربوط به نوار صداست. یعنی بخش بالا مربوط به تصویره و بخش پایین مربوط به صداست.
یعنی چی؟ یه فیلمی که شما آوردی ایمپورت کردی یه تصویر داره و یه صدا، قاعدتا اینجوریه دیگه. تصویر فیلم شما تو این قسمت ثبت میشه، صدای فیلم شما تو این قسمت ثبت میشه. یه نوارهای رنگی اینجا باید مشاهده کنید که حالا جلسات بعد میارم شما مشاهده میکنید. اینجا ما تغییراتمون رو میتونیم انجام بدیم، میتونیم صدا رو برداریم کلا یه صدای دیگه بذاریم، میتونیم یک آهنگ علاوه بر صدای خود فیلم اضافه کنیم، میتونیم صداهای دیگه اضافه کنیم، میتونیم صدا رو همونطوری که گفتم میکس یا مستر کنیم، چون دستمون تو تغییرات صدا توی پریمیر خیلی بازه. و پنجره آخر پنجره پروگرام. تو این پنجره ما تغییرات نهایی و به اصطلاح پریویو از کارمون رو میبینیم. تغییراتی که اعمال شد، همه چی تموم شد، ما تو این پنجره میتونیم ببینیم که چی کار کردیم. وقتی اینجا پلی بزنیم از اول کارمون تا آخر کارمون رو اینجا مشاهده میکنیم. و وقتی اینجا کارمون رو چک کردیم همه چی درست و تموم بود، حالا میتونیم از فیلممون یه اکسپورت بگیریم و اونو به حالا پسوندهای مختلف ذخیره کنیم. از تو قسمت اکسپورت، تو نوار فایل، تو قسمت مدیا یا قسمت های دیگه میتونیم فایلمون رو اکسپورت بگیریم و از ما میپرسه با چه پسوندی میخوای، چه فرمتی، چه اندازه‌ای، چه کیفیتی، که اونا رو واسهتون توضیح میدم. فعلا معرفیه. و این قسمت انواع مختلفی داره که واسهتون توضیح میدیم و دقت داشته باشید که هر کدوم از این پنجره ها خودشون شامل چند بخشن. مثلا پنجره پروژه ما یه قسمت دیگه هم داره که از این استفاده دیگه میشه کرد. پنجره مدیای ما پنجره اینفو داره، پنجره افکت داره که حالا واسهتون توضیح میدیم، پنجره سورس افکت کنترل داره، آیگی میکسر داره. خب دوستان، امیدوارم که استفاده کرده باشید و به دقت این فیلم ها رو ببینید و همزمان با دیدن این فیلم کارهایی که بنده توضیح میدم و انجام بدید که دستتون را بیفته. سوالی، انتقادی، پیشنهادی، نظری داشتین کامنت میذارید و من به سوالاتتون جواب میدم. خیلی ممنون. یا حق.